سلام خوش اومدیم به دومین ویدیو از پلیلیست داستان تریدر شدن من. تو ویدیو قبلی بهتون گفتم که چطور $5000 پولی که مال خودم نبود نابود شد و چطور کسی که فکر میکردم تو ترید کردن خیلی خفنه اعتماد منو به ترید نابود کرد. حالا تو این ویدیو قراره با هم ببینیم که چطور اون اتفاق مدیریت کردم، داستان اون $5000 ضرر چی شد و برای شروع کار خودم به عنوان یه تریدر با چه چالشایی روبرو بودم تا در نهایت ببینیم چطور تو مسیر درست قرار گرفتم. امیدوارم این تجربیات به دردتون بخوره و اگه ویدیو قبلی رو ندیدین پیشنهاد میکنم حتما ببینین و بعدش برین سراغ این ویدیو تا با هم دیگه ادامه این داستان رو پیش ببریم. رسیدیم به جایی که بهتون گفتم کسی که استاد من بود توی ترید و ازش ترید رو یاد گرفته بودم با حساب کپی تریدی که بهمون معرفی کرده بود باعث شد $5000 پولم رو از دست بدم، پولی که از چند نفر قرض گرفته بودم. همونطور که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم من با این شخص صحبت کردم و جواب خیلی درستی نگرفتم، اما قولی که به من داد این بود که توی 1-2 ماه با ترید کردن این ضرری که به ما زده بود رو جبران کنه. اینم یکی از اون چیزاییه که اگه الان زمان برگرده به عقب با تجربیاتی که الان دارم متوجه میشم که اصلا حرف درستی نیست. ما تقریبا 50% ضرر کرده بودیم، 50% سرمایه من از بین رفته بود و برای اینکه این 50% ضرر بخواد جبران بشه باید 100% سود میکردیم. برای اینکه دقیق تر متوجه بشین، شما وقتی $100 تبدیل میشه به $50 یعنی 50% ضرر میکنین، حالا این $50 برای اینکه بخواد بشه $100 باید $50 دیگه سود کنین و یعنی باید با این $50 100% سود کنین، پولتون 2 برابر بشه تا دوباره بشه $100. پس این یه واقعیت ترسناک توی ترید. شما وقتی پول از دست میدین برای اینکه بخواین اون ضررتون رو جبران کنین باید سود بیشتری به دست بیارین تا اون ضرر جبران بشه. از نظر عدد و رقم یکی هن، ولی دلیل این اتفاق اینه که شما وقتی پول از دست میدین سرمایه‌تون داره کم میشه و در نهایت دارین با اون سرمایه کم شده ترید میکنین. به خاطر همینه که باید درصد سود بیشتری به دست بیارین تا اون ضررتون جبران بشه. حالا اینا چیزاییه که تو کانال آموزش تریدم تو بخش مدیریت سرمایه در موردشون مفصل صحبت میکنیم. همینجا هم بگم اگه کسی اون کانال رو نداره من لینکش رو زیر این ویدیو واسهتون میذارم، این بالا هم لینکش رو میذارم. کلا قراره تو اون کانال 0 تا 100 ترید و رایگان بهتون آموزش بدم، هیچ دوره تکمیلی هم نداره و پیشنهاد میکنم اگه عضو اون کانال نیستین و به ترید علاقه دارین حتما همین الان عضو بشین. اما این شخص به من گفت که میتونه توی 1-2 ماه ضررمون رو جبران کنه، یعنی قرار بود توی 1-2 ماه ما 100% سود کنیم. منم چون اون زمان تجربه کافی نداشتم و هنوزم به این شخص یه مقدار اطمینان داشتم، دوباره حسابمو بهش متصل کردم و حرفاشو باور کردم. البته راه دیگه‌ای هم نداشتم، واقعا جبران یه همچین ضرری کار خیلی سختی بود. از طرفی به کسایی که به من اطمینان کرده بودن و سرمایه‌شون رو در اختیار من قرار داده بودن گفتم که حسابمون رفته تو ضرر، اما مقدار ضرری که اعلام کردم کمتر از 50% بود. فکر میکنم بهشون گفتم حسابمون 20% یا 30% رفته توی ضرر و قراره توی همین چند ماه آینده به مرور جبران بشه. صحبتی از ضرر 50% نکردم. چیزی که تو ذهنم بود این بود که حالا با درآمدهای دیگه‌ای که خودم دارم بتونم این ضرری که اتفاق افتاده رو جبران کنم. البته من به تمام کسایی که سرمایه‌شون رو در اختیارم قرار داده بودن گفته بودم که این کار یه کار ریسکیه و شما ممکنه سرمایه‌تون رو از دست بدین، ولی به هر حال همونطور که تو ویدیو قبلی هم توضیح دادم نمیخواستم این اعتمادی که به من کردن از بین بره. به خاطر همین صحبتی از ضرر 50% نکردم و سعی کردم یه جوری با درآمد دیگه‌ای که دارم این ضرر رو به مرور جبران کنم. چند روز بیشتر نگذشت که دیدم این حساب کپی تریدی که به استادمون متصل کردم دوباره داره میره توی ضرر و اونجا بود که دیگه کلا بیخیالش شدم. حسابمو از حسابش جدا کردم و کلا بیخیال این شخص شدم. تو این مرحله تصمیم گرفتم خودم ترید کنم. منی که تا الان تجربه ترید کردن به صورت جدی رو نداشتم تصمیم گرفتم یهویی با $5000 پول شروع به ترید کنم، اونم در حالی که عملا سرمایه $5000 نبود. عملا من منفی $5000 بودم، یعنی $5000 هم بدهکار بودم.
و این یه بار روانی سنگین و برای کسی که میخواد ترید کنه به وجود میاره. حالا اگه اون شخص تازه واردم باشه دیگه واقعا وحشتناکه. شما تو شرایطی باید بیاین با $5000 پول ترید کنین که مثلا $20000 $30000 پول تو حسابتون دارین و از این $20000 5000 تاشو میذارین کنار برای ترید کردن. اما اگه کل سرمایه‌تون $5000 باشه و بخواین کل اون سرمایه رو بیارین اینجا و باهاش ترید کنین، احتمال اینکه تو معاملاتتون ضرر کنین و احتمال اینکه این $5000 رو از دست بدین به شدت بالاست. اینم جزو مواردیه که تو ویدیوهای مدیریت سرمایه دوره آموزشیمون حتما توضیح میدم. شما باید با پولی ترید کنین که نسبت بهش هیچ احساسی نداشته باشین. اگه کل پولتون اون $5000، وقتی معاملتون $10 $20 هم میره توی ضرر، استرس بالایی بهتون وارد میشه و باعث میشه که تصمیمات اشتباه بگیرین. به بازار اجازه ندین حرکت خودشو بکنه و هر لحظه ممکنه معاملتون رو زود ببندین، هر لحظه ممکنه اگه برین توی ضرر یه معامله برای جبرانش باز کنین و کلی اتفاق دیگه. پس تو مرحله اول پولی که میارین برای ترید کردن باید پولی باشه که هیچ احتیاجی بهش ندارین. حالا من نه تنها $5000 که آورده بودم برای ترید کردن کل پولی بود که داشتم که آورده بودم، از طرفی $5000 هم توی ضرر بودم. حالا موازی با این داستان یه مورد دیگه هم واسهتون توضیح بدم که من تو ویدیو قبلی بهتون گفته بودم در همین حین من یه شرکت داشتم کار برنامه نویسی انجام میدادم و اونجا یه تیم برنامه نویسی داشتیم و درآمد خوبی هم از برنامه نویسی داشتیم. اما خب چون تازه دفتر کار گرفته بودیم و یه سری هزینه های اولیه داشتیم، از اون طرف هم من پول اضافه‌ای نداشتم که این $5000 واسم بی اهمیت باشه. و جدا از این داستانا، اون سمت که ما از برنامه نویسی درآمد داشتیم، درآمدمون از تبلیغات گوگل بود، درآمدمون از ادموب بود. برای کسایی که نمیدونن، ادموب یه چیزیه مثل همین تبلیغات یوتیوب، فقط تفاوتش اینه که تبلیغات روی اپلیکیشن های موبایله. یعنی شما یه اپلیکیشن موبایل درست میکنی، میری سرویس ادموب واسش فعال میکنی، گوگل، شرکت گوگل میاد روی اپلیکیشن شما تبلیغ نشون میده و در ازای نشون دادن تبلیغات به شما یه درآمدی میده. و همونطور که ما ایرانی‌ها برای نقد کردن درآمد یوتیوب مشکل داریم، از اون طرف برای نقد کردن درآمد ادموب هم همین مشکلات وجود داره، چون کشور ایران توسط گوگل تحریم شده و برای اینکه بخوایم درآمدمون رو نقد کنیم باید از یه واسط استفاده کنیم و هر جای کار که گوگل متوجه بشه شما ایرانی هستی حسابتو میبنده و پولایی که تو حسابت بوده رو بلوکه میکنه، از اون به بعدم بهت هیچ درآمدی نمیده. دقیقاً مثل یوتیوب که وقتی کانالت بسته بشه، درآمدش غیر فعال بشه، دیگه اصلا به هیچ عنوان از اون کانال نمیتونی درآمد داشته باشی. در مورد ادموب گوگل هم همین موضوعه و وقتی اپلیکیشنت درآمدزاییش غیر فعال میشه دیگه به هیچ عنوان از اون اپلیکیشن نمیتونی درآمد داشته باشی. یعنی اینجوری نیست که بگی خب یه آپدیت میدم و مشکل حل میشه. حالا در مورد این داستانای برنامه نویسی و اینا تو اون پلیلیست برنامه نویسی که بهتون قولشو دادم صحبت میکنم، ولی الان فقط میخواستم بهتون بگم که موازی با این داستان تریدی که داشت پیش میرفت، از اون طرف حساب ادموب ما هم بسته شد و درآمد من از اپلیکیشن هایی که داشتیم هم یهویی صفر شد و جدا از این که صفر شد، اون طرف هم من تقریبا میشه گفت منفی شدم. چرا؟ چون وقتی شما یه اپلیکیشنی درست میکنی، همون اول که نمیتونی چند هزار کاربر بگیری. برای اینکه تو بخوای چند هزار کاربر بگیری باید چندین میلیون تومن، چند ده میلیون تومن یا حتی بیشتر خرج کنی، خرج تبلیغات کنی تا اون اپلیکیشن تازه راه بیفته بتونه یه تعداد کاربر بگیره. پس من اون سمت ماجرا هم منفی شده بودم و واقعا شرایط روحی خوبی نداشتم. توی یه همچین شرایطی ترید کردن کار فوق العاده اشتباهیه. اینو به خاطر این گفتم که میبینم خیلی‌ها تو کامنت ها می‌نویسن که من تو شرایط روحی خوبی قرار ندارم، تو شرایط مالی خوبی قرار ندارم، کلی بدهی دارم و میتونم بیام با ترید کردن بدهیامو بدم، میتونم بیام با ترید کردن زندگیمو عوض کنم. که خب باید بهتون بگم توی همچین شرایطی وارد شدن به ترید واقعا کار اشتباهیه. شما برای ترید کردن باید قبل از هر چیز آرامش روانی داشته باشین و بهتونم گفتم با پولی وارد ترید بشین که بهش احتیاجی ندارین. حالا اگه سرمایه برای ترید ندارین، یه سری راه حل هست، یه سری وبسایت ها هستن که سرمایه در اختیارتون قرار میدن،
میتونین از این راه حل هم استفاده کنین که اونا هم مزیت‌ها و معایب خودشونو داره که تو همون کانال ترید هم در موردشون صحبت میکنم. اما حداقل اینو بدونین که با شرایط روحی بد نمیشه ترید کرد. اما من این کارو کردم، با اون $5000 شروع به ترید کردم. یه مدت گذشت، $5000 بیشتر شد، $5100، $5200، ولی بعد از یه مدت رفتم توی ضرر و با هر ضرری که میکردم بیشتر میترسیدم، تصمیمات اشتباه هم بیشتر میشد و به جایی رسید که پولم تبدیل شد به $4700. همونجا خوشبختانه جلوشو گرفتم و دیگه به ترید کردن ادامه ندادم. یکی از بهترین تصمیمایی بود که اونجا میشد بگیرم و تصمیم گرفتم دوباره آموزش ببینم، چند ماه از فضای ترید دور باشم. تو این مدت از اون طرف سعی کنم مشکل درآمدیمو سمت ادموب، سمت برنامه نویسی حل کنم که خیالم راحت باشه. یه جریان درآمدی دارم که خیالم بابتش راحته و بعد از اینکه آموزشامو دوباره دیدم برگردم سراغ ترید کردم. تو این مدت هم سعی کردم با راه‌های مختلفی که ازشون درآمد داشتم که یکی از اصلی تریناش همین برنامه نویسی بود، بتونم ضرری که کسایی که پولشون رو در اختیار من قرار داده بودن کردن رو جبران کنم. که خب طی چند ماه به مرور من تونستم پولشون رو پس بدم، البته با یه مقدار ضرر، ولی خب دقیقاً هم توی دوره‌ای بودیم که قیمت دلار داشت بالا میرفت. البته تو ایران همیشه تو دوره‌ای هستیم که قیمت دلار داره بالا میره و حداقل از نظر ریالی تا حدی خود این ضرر پوشش داده شد. من اینجا یه تجربه دیگه هم بهتون بگم. اگه به هر دلیلی برای ترید کردن تصمیم گرفتین از کسی پول قرض بگیرین، یه سرمایه گذار پیدا کنین که روتون سرمایه گذاری کنه، شدیداً توصیه میکنم فقط از یک نفر پول قرض بگیرین. و این کاری که من کردم که اومدم از چند نفر پول قرض گرفتم کار فوق العاده اشتباهیه، چون وقتی شما از 10 نفر پول قرض میگیرین بار روانیش 10 برابر حالتیه که از یک نفر پول قرض گرفتین. درسته که شاید اگه از یه نفر پول قرض بگیرین، مثلا $10,000 از یه نفر بگیرین، مبلغ سنگینی باشه، ولی اگه 10 تا $1,000 از 10 نفر بگیرین واقعا بار روانیش 10 برابره و به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم همچین کاری کنین. با این توضیحاتی که دادم شاید متوجه شده باشین که چرا خودم حساب کپی ترید درست نمی‌کنم. حساب کپی ترید درست کردن باعث میشه که شما با چند صد نفر یا چند هزار نفر در ارتباط باشین. اینجا دیگه قضیه خیلی وحشتناک میشه. حالا اگه من بیام همینجوری یه حسابی درست کنم، به هیچ نگم که این حساب کپی ترید منه و یه آمار خوبی تو تریدم داشته باشم، یه سری افراد بیان داخل وبسایت صرافی حسابشون رو به من متصل کنن بدون اینکه بدونن اون حساب مال منه، خب اینجوری بار روانی سنگینی برای من نداره. یه سری افراد اومدن حسابشون رو وصل کردن، منم دارم ترید میکنم، یه مقدار سود میکنیم که بین همه تقسیم میشه. اما اگه من بیام یه حساب کپی ترید درست کنم و تو کانال خودم اعلام کنم بگم این حساب کپی ترید منه، بیاین همه حسابتون رو متصل کنین که بریم با هم دیگه سود کنیم، این بار روانی که برای من ایجاد میکنه فوق العاده وحشتناکه، چون چند هزار نفر آدمی که به من اطمینان دارن، منو میشناسن، اومدن حسابشون رو به حساب من متصل کردن و حالا هر معامله‌ای که من بکنم اون معامله وقتی وارد ضرر میشه، بار روانی که قبلا برای من داشته هر چقدر بوده الان بار روانیش 1000 برابر میشه و خب توی همچین شرایطی تصمیمات اشتباه من بیشتر میشه. پس به همین خاطره که من به هیچ عنوان حساب کپی ترید درست نمیکنم و بعید میدونم کس دیگه‌ای هم که کارش درست باشه همچین کاری بکنه، مگه اینکه قصدش این باشه که یه سود کوتاه مدت بگیره، یه پولی به جیب بزنه و بعدش دیگه خبری ازش نباشه. اما برگردیم سراغ ادامه داستانمون. من رفتم سراغ آموزش‌های مختلف. یه دوره‌ای کارم این شده بود که فقط آموزش ببینم از مدرس‌های مختلف. این اتفاق هم بد بود هم خوب بود. از این نظر خوب بود که کلی تجربه به دست آوردم، ولی از این نظر بد بود که من به خاطر اون مدرس اولی که از طریقش آموزش دیده بودم به همه مدرس‌ها بدبین شده بودم. یعنی آموزش‌های هر کدومو که می‌دیدم، چه مدرس ایرانی چه مدرس خارجی، تا یه جایی که پیش میرفتم، اگه میرفتم روی چارت و میدیدم نمیتونم تو ترید سود کنم، فکر میکردم این آموزش ها درست نیست، در حالی که مشکل از آموزش ها نبود، مشکل از مدیریت احساسات بود. الان شما اگه بخواید ترید یاد بگیرین تا دلتون بخواد، روش های مختلف تحلیل وجود داره، دوره های مختلف وجود داره، مدرس های مختلف هستن و خیلی از اینا واقعا روش های تحلیل درستی هن که میتونین از طریقشون سود به دست بیارین.
ولی اون جایی مشکل وجود داره که کار میرسه به مدیریت احساسات، به مدیریت سرمایه، چیزی که شما باید با تجربه به دست بیارین و چیزی که خیلی از مدرسا در موردش صحبت نمیکنن. من چرا تو مدیریت احساسات به مشکل خورده بودم؟ به خاطر تجربه بدی که تو شروع ترید داشتم. اینو بهتون بگم، موقع شروع ترید خیلی مهمه که چه تجربیاتی رو پشت سر میذارین. دقیقاً مثل بچه کوچیکی که اگه تو سن پایین توسط خانواده‌اش یه جوری تربیت بشه که مدل درستی نباشه، یا تو سنای پایین اتفاقات بدی واسش بیفته، تجربیات بدی رو داشته باشه، خب این بچه وقتی بزرگ میشه تو سن بالا قطعاً یه سری مشکلات و چالش‌هایی داره که به این سادگی نمیتونه حلشون کنه. دقیقاً به همین صورت وقتی شما ترید رو شروع میکنین مثل همون بچه کوچیکین که اگه یه سری تجربیات بد و ناخوشایندی داشته باشین و یه سری آموزش‌های اشتباه ببینین، این موضوع باعث میشه که در آینده به سادگی نتونین تو مسیر درست تریدر شدن بیفتین. اتفاقی که برای من افتاده بود و واقعاً برای اینکه من دوباره بتونم به این مسیر درست برگردم خیلی چالش داشتم. یه نقطه هست تو مسیر تبدیل شدن به یک تریدر که خیلی‌ها تجربهش کردن و ممکنه شما هم تجربهش کرده باشین. یه نقطه‌ای که نسبت به تمام مدرسا بدبین میشین، نسبت به دنیای ترید بدبین میشین، فکر میکنین که واقعا نمیشه از این بازار پول در آورد، فکر میکنین همش دروغه و تو این نقطه خیلی‌ها دیگه کلا بیخیال ترید میشن. من به اون نقطه رسیده بودم ولی خب بیخیالش نشدم. به نظرم برای اینکه این ویدیو دیگه خیلی طولانی نشه، ادامه این داستانو بذاریم برای ویدیوهای بعدی که فکر میکنم آخرین ویدیو از این پلیلیست باشه که تو اون ویدیو دیگه قرار بهتون بگم چطور تو این مسیر درست افتادم و چه کارهایی رو کردم که تونستم این تجربیات بدی که واسم اتفاق افتاده بود و مدیریت کنم و در نهایت وارد مسیر سوددهی بشم. من لینک کانال آموزش ترید رو هم زیر ویدیو واسهتون میذارم. اگه این ویدیو رو هم دوست داشتین لایک یادتون نره. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، بدرود.